أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن تناجی اثنین دون الثالث بغیر اذنه الا لحاجت. امام نووی رحمه الله میگوید باب منع بودن در حضور سومین گوشکی کردن یا در گوش سخن کردن دو نفر دون ثالثی، که اون سومین نفر سخن این دو نفر را نشنوند. بغیر اذنه، یعنی به اجازت نفر سوم این دو نفر با یکدیگر در گوش سخن بگویند. این در اسلام منع و ناجایز می باشد، الا لحاجت، مگر اینکه به ضرورت باشد، مگر اینکه ضرورت پیش آمد. پس این گوشکی کردن یا در گوش صحبت کردن و سخن کردن به اجازت و به شنیدن نفر سوم جایز می باشد. اما بدون ضرورت این تناجی، یعنی در حضور نفر سوم دو نفر پست و گوشکی بکنن، این در اسلام ناجایز و نادرست است. پس امام نووی رحمه الله همین کلمه تناجی را شرح داده میگوید: و هو ان یتحدث سرا، یعنی که همین تناجی معناش همین است که دو نفر آهسته و پنهانی و پوشیده سخن بگوید، بحیث لا یسمعهما، به وجه و به طریقه که نفر سوم این دو نفر را سخنشان را نشنود. یعنی دو نفر در گوش یکدیگر یا با اشاره های با یکدیگر سخن بگویند که این نفر سوم سخن اونها را نشنود و نفهمد. پس این را میگویند تناجی. و فی معناه، با میگه در معنای همین تناجی، ما اذا تحدث بلسان لا یفهمه، سخن است که وقتی دو نفر با یکدیگر سخن بگویند که نفر سوم اون معنای سخن اونها را نمی رود، یعنی که با زبان گفتگو بکنند که نفر سوم اون زبان را نمی داند. مثلا سه نفر هستند، در بین اینها دو تاش انگلیسی را می داند یا روسی را می داند که نفر سومش نمی داند. پس دو نفر با یکدیگر با زبانی که اون نفر سوم نمیداند گفتگو کردنم از جمله تناجی هست، از جمله تناجی می باشد. اسلام این را منع می کند. این ناجایز و نادرست است در اسلام، مگر اینکه اجازتش گرفته شود. یعنی از اون نفر سوم اجازت میپرسی که با اجازت شما ما دو نفر میخواهیم با یکدیگر یک سخن را بگوییم. اگر اجازت داد، در این صورت جایز و درست است که شما گوشکی بکنید یا در گوش سخن بگویید یا به زبانی که اون نفر سوم نمیداند گفتگو بکنید. در این صورت جایز و درست می باشد. یعنی این را اسلام منع کرد. چرا منع کرد؟ زیرا اینکه نفر سوم غمگین می شود. نفر سوم شاید شیطان اون را در دلش وسواسی را می آورد که گویا درباره نفر سوم گپ زده ایستادند. از این سبب ها است که اسلام این را منع کرد که اگر سه نفر باشند این کار را نکنند، تناجی نکنند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و دو حدیث برامون تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین آیتی که میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که این سوره مجادله آیت 10 می باشد. الله سبحانه و تعالی
در سوره مجادله میگوید که انما النجوا من الشیطانی، میگه هر آینه نجوا کردن یعنی گوشکی کردن و در گوش پست و خاموشانه و پوشیده و پنهانی سخن کردن که نفر سوم نشنود، این از شیطان می باشد. یعنی تنها این از سوی شیطان است این کار را کردن. پس از این حساب است که الله جل جلاله منع می کند عمل شیطان را شما ای مسلمانان انجام ندهید، که عمل شیطان اگر 3 نفر باشند در گوش 2 نفرشان سخن کردن است. پس این آیت دلیل است برای حرام بودن نجوا کردن بدون ضرورت یا بدون اجازت نفر سوم. اکنون میگذاریم در قسم حدیث های این باب. اولین حدیث این باب حدیث 1597 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1597 میفرماید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا كانوا 3، یعنی که هنگامی که 3 نفر با هم باشند، زمان و وقتی که 3 نفر با یکدیگر در یک محفل در یک جای باشند، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید فلا یتناجی 2 دون الثالث، پس در گوش سخن نگویند، پس گوشکی نکنند 2 نفر دون الثالثی به اجازت نفر سوم یا به شنیدن سخنان اینها که نفر سوم نشنود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید که نفی میکند تناجی کردن را. 3 نفر که باشند 2 نفر با یکدیگر در گوششون میگوید سخن نگوید. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و رواه ابو داوود، این حدیث را میگوید همچنین ابو داوود روایت کردگی است. این حدیث در بخاری و مسلم است، ابو داوود هم همچنین روایتش کردگی است. و زاده، اما امام ابو داوود در این حدیث زیادتی میارد. قال ابو صالح، میگوید که ابو صالح گفته است که قلت لابن عمر، ابو صالح میگوید که ابن عمر رضی الله عنهما را گفتم، یعنی که راوی حدیث را میگه گفتم که فاربعتا، یعنی اگر 4 نفر باشند چه؟ اگر 4 نفر باشند آیا میتواند 4 نفر 2 نفر اونها تناجی بکند، گوشکی بکند، در گوش سخن بکنند با یکدیگر 2 نفرشان؟ قال لا یضرک، پس میگه ابن عمر راوی این حدیث گفت که مانعه وجود ندارد، اشکال ندارد اگر که زیاده از 3 نفر باشند. یعنی اگر 4 5 6 نفر باشند، در بین اینها 2 تایشان با یکدیگر گوشکی بکنند، در گوش رازگویی بکنند، در این صورت باکی ندارد. یا با 2 تا اینها با زبان گپ زنند که اون جماعت باقی ماندن نداند، در این صورت باکی ندارد، در این صورت جایز و درست می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و رواه مالک فی الموطأ، میگوید که و همچنین حدیث را امام مالک در موطأش، در کتاب موطأش که کتاب حدیثی می باشد، در اون موطأ امام مالک گفته است که عن عبدالله ابن دینار قال، میگوید از عبدالله ابن دینار روایت است که گفت کنت انا و ابن عمر،
كنت انا وابن عمر عند دار خالد ابن عقبة التي في السوق. میگه بودم من و ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عمر راوی حدیث، میگه من و با همراهی راوی این حدیث عبدالله ابن عمر در نزد خانه خالد ابن عقبه که در بازار هست، یعنی همون خانه اش که در نزدیکی بازار هست، میگه در نزد خانه اش بودیم. فجاء رجل، پس میگه آمد مرد، یرید ان یناجیه، اون مرد میخواست که در گوش ابن عمر سخن را بگوید، یعنی تناجی بکند، در گوش ابن عمر رضی الله عنه سخن را بگوید. ولیس مع ابن عمر احد غیری، میگوید که نبود همراه ابن عمر کس غیر من، یعنی تنها من بودم، میگوید من بودم، میگوید ابن عمر و سومین نفر آمد میخواست در گوش عبدالله ابن عمر سخن را بگوید. فدعا ابن عمر رجلا آخر، پس میگه فریاد کرد ابن عمر مرد دیگر را، یعنی یک مرد دیگر را میگه ابن عمر فریاد کرد و حتی کنا اربعتن، تا اینکه میگه ما 4 نفر شدیم، یعنی که یک کسی دیگر آمد 4 نفر شدیم. فقال لی ولرجل الثالث الذي دعا، پس میگه گفت برای من و برای اون مرد سومینه که فریادش کرده بود، اون سومین نفر آمد که اینها 4 نفر شدند. پس میگه اون سومین نفر با ما هر دی ما رو میگه عبدالله ابن عمر گفت که استأخرا شیئا، یعنی که دورتر بروید، کمی عقبتر بروید، دورتر بروید. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پس میگه عبدالله ابن عمر این حدیث را روایتش را بیان کرد، گفت که من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که رسول الله میگوید لا یتناجی اثنین دون واحد، یعنی که تناجی نکند در حضور سومین نفر 2 نفر در گوش سخن نگوید، دون واحدین که اون شخص سوم نشنود، در نزد یک نفر دیگر 2 نفر نمیتوانند که در گوش سخن بگویند. یعنی در این روایت هم همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردند تناجی را در نزد سومین نفر، 2 نفر تناجی کردن را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند. پس این بود روایت علاوگی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1597 کتاب ریاض الصالحینش بیان کرده است. و بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث دوم این باب، آخرین حدیث این باب را می آورد که حدیث 1598 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1598 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کنتم ثلاثه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هنگام 3 نفر باشید، فلا یتناجی اثنین دون الاخر، پس نباید 2 تای اینها در گوش سخن بگویند که نفر سوم نشنود، حتی تختلطوا بالناس، تا اینکه گفت شما قریب شوید، تا اینکه شما قرار بگیرید یا یک جای شوید، بالناس در جمع مردم، یعنی تا زمانی که شما 3 نفر در جمع مردم یک جا نشوید، پس در بین 2 تایتان در گوش همدیگر سخن نگویید، من اجل ان ذلك یحزنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث سبب نکردن این کار را بیان کرد،
گفت من اجل ذلك، من اجل ان ذلك یحزنه، یعنی به سبب آنه که این کار شما نفر سوم را نگران میکند، نفر سوم را پریشان حال و نفر سوم را غمگین میگرداند، یعنی که در نسبت به شما سخنی یا فکری بد میکند و خودش غمگین میشود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حساب است که میگوید شما دو نفر بین همدیگر تناجی نکنید. تناجی کردن منع و ناجایز و نادرست می باشد که این حدیث متفق علیه می باشد. پس منافقین بسیار دوست می داشتن این عمل تناجی را، زیرا اینکه با این سبب مسلمان ها را آزار می دادن، مسلمان ها را غمگین می کردن، اهل توحید را پریشان حال و نگران می کردن با تناجی کردنشان. پس الله سبحانه و تعالی در سوره مجادله آیت 10 می گوید که لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، یعنی که منافقین میخواهند غمگین کنند کسانی را که ایمان آوردند، یعنی اهل ایمان را منافقین با تناجی کردنشان، با گوشکی کردن و در گوش صحبت کردنشان میخواهند غمگین بکنند. ولیس بضارهم شیئا، اما این عملشان نسبت به اهل ایمان و به اهل توحید هیچ ضرر رساندن نمیتواند، هیچ ضرر نسبت به اونها به اهل ایمان رساندن نمیتواند، زیرا اینکه اهل ایمان توکلی به الله دارد و امید و اعتقادش به الله جل جلاله می باشد. پس شیطان ملعون نمیتواند به واسطه منافقین و به هر طریق دیگر زیان به اهل توحید و به اهل ایمان برساند. چطوری که در حدیث ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشیء، میگد بدان که اگر تمام امت، تمام مردم جمع شوند که به تو فایده برسانند، لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك، یعنی به تو فایده رساندن نمیتوانند مگر همون چیزی را که الله جل جلاله برای تو مقدر گردانده است. و این اجتمعوا على ان یضروک بشیء، و همچنین اگر جمع شوند تمام امت که ضرر به تو برسانند، لم یضروک الا بشیء قد كتبه الله علیک، یعنی نمیتوانند ضرر به تو برسانند مگر همون چیزی را که الله جل جلاله برای تو مقدر گرداندگی است. همون ضرری را که الله برات مقدر گردانده است، پس همون رو میتوانند برسانند. از اون بیرون و از اون زیاتی و علاوتاً از اون تقدیر گردانده الهی چیزی دیگری را به شما ضرر رساندن نمیتواند. پس اهل ایمان این را باوری کامل دارد. اهل توحید، مسلمانان، به این ایمان و باوری کامل دارد که هیچ کس هیچ ضرری برای انسان رساندن نمیتواند مگر همون چیزی را که الله جل جلاله مقدر گرداندگی باشد، مگر همون چیزی را که الله سبحانه و تعالی در تقدیر انسانیت گردانده باشد. پس ایمان کامل دارند اهل ایمان در این مسئله. پس این سبب منع بودن گوشکی کردن و در گوش صحبت کردن این چی بوده است؟ غمگین کردن نفر سوم، یعنی که نفر سوم غمگین می شود. از این حساب است که الله جل جلاله این را منع می کند. همچنین این تناجی از عمل شیطان است و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین این را منع می کند و این همچنین صفتی منافقین بود که به این طریق اهل ایمان را آزار می دادند و اهل ایمان را غمگین می گرداندند. پس با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود
باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد لغير سبب شرعي او زائد على قدر الادب. میگوید که باب نو در مسئله منع بودن زدن، تعذیب العبد یعنی که زدن بنده، زدن برده و شکنجه و عذاب دادن برده، و دابتی و همچنین عذاب دادن و شکنجه دادن چارپا، و المرأتی و همچنین زدن و شکنجه دادن زن هم همچنین منع می باشد، و الولدی و همچنین زدن و شکنجه کردن فرزند هم منع می باشد، لغیر سبب شرعی، این زدن اگر به سبب شرعی باشد، او زائد علی قدر الادبی، یا این زدن زیادتی علاوه بر قدری ادب باشد، بر قدری آداب دادن و بر قدری اون انسان را تربیه کردن باشد، یعنی که زدنی از حد زیاد باشد، یعنی که اگر وجه شرعی هم باشد و اما این انسان از حد زیاد بزند، این را اسلام منع میکند، این منع است و این ناجایز می باشد. پس امام نووی رحمه الله این باب نو را شروع میکند که انشاءالله باب نو را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزهمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.